پرندگان منبع بویگری طبیعی تاجیکستان به شمار رفته، همچون یک گروه خیلی زیبای جانوران دقت هزاران دوستداران طبیعت را به خود جلب می کنند. یکی از چنین پرندگان تزر به شمار می رود که نمونه آن در شعبه طبیعت آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شده است. تزر به قطار مرغ‌شکلان عائله تزرفا داخل شده، تقریبا 70% پاپولیاسیون آن در ممنونگاه بیشه پلنگان جایگیر است. سالهای اخیر سرشمار این پرنده رو به افزایش نهاده است. در تویزارهای نزد دریاها سکونت می کند. از رستنیها و حشراتهای خورد غذا می گیرد. هنگام احساس خطر زود پرواز می کند. پرنده مقیمی بوده با بالهای درخشان و دقت جلب کننده‌اش از دیگر پرنده های دشتی فرق می کند. در طبیعت تاجیکستان سه زیرنمود آن تاجیکی، زرافشانی و سیردریایی موجود است. درازی بدنش 80 سانتی متر، وزنش 2 کیلو است. دوامناکی عمرش از 7 تا 10 سال را در بر میگیرد. تماشابینان گرامی، اگر شما می خواهید که عاید پرنده های زیبا از جمله تزر معلومات بیشتری داشته باشید، مرحمت به آثارخانه ملی.